سالی که بناس ظهور بشه صیحه آسمانی شنیده میشه. این که دیگه قطعیه تو اخبار. بعد فرمودن این صیحه تو ماه رمضان شنیده میشه، اینم تقریبا قطعیه. بعد فرمودن که این صیحه در ماه مبارک رمضان در سحر یا صبح شب 23 ماه مبارک رمضان شنیده میشه، سالی که بناس ظهور بشه. بعد یک روایتی هست که میفرماید که اون شب 23 در اون ماه مبارک رمضانی که صیحه یا آسمانی بناس شنیده بشه، شب 23 است که شب جمعه است، به عنوان یه احتمال. الان این شب 23 شب جمعه است، اوقا کنید فردا شب. حداقل یه بار به هم دیگه بگیم وای اگر فردا شب منادی ندا سر نده. میشه ما فردا شب سر بلند بشیم، اونایی که مسخرمون میکردن بگیم دیدی آقامون اومد، دیدی همه دنیا دارن تلاش میکنن آقاتون نیاد، شما هم یه تلاشی بکنید آقاتون بیاد، شما هم یه تلاشی بکنید آقاتون بیاد. با یک شب تمنا مگه میشه ظهور رو جلو انداخت؟ مگه نمیشه؟ از کی تا حالا خدای شما اینقدر نامهربان شده؟